داغ بزرگ بر دل آریانا سعید، ملکه دلها، یکی از هنرمندان مشهور و موفق افغانستان. آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند و چه عضوی از خانواده‌اش را از دست داده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید و اسیب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلها، یکی از هنرمندان موفق، محبوب و مشهور و ناماشنای افغانستان بوده است و شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را داشته است. آریانا سعید علاقمندان و طرفداران هنری خاص خودش در میان مردم افغانستان بیشمار بوده است و دوست داشته است برای دفاع از حقوق زنان افغانستان همیشه صدایش را بلند کند. آریانا از سن طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت، ولی همیشه با مخالفت‌های خانواده‌اش مقابل می‌شد. بالاخره آریانا سعید در سال 2006 آهنگ عاشقانه با جاوید شریف سرود و بعدا در افغانستان کنسرت‌های متواتر اجرا کرد و با سرودن آهنگ‌های محلی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را کسب کرد. آریانا سعید در افغانستان من حیث داور و یاور در بزرگترین برنامه‌های موسیقی اجرایی وظیفه می‌کرد و چند می‌شود در کشور ترکیه زندگی می‌کند و به کارهای هنری‌اش در آن کشور پرداخته است. اما آریانا سعید و اسیب در کشور ترکیه حادثه ترافیکی بزرگی را مرتکب شدند و در این حادثه ترافیکی یکی از خواهرزاده‌های آریانا سعید جان شیرینش را از دست داده است و همین خاطر آریانا سعید مدت می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است و از کارهای هنری و تجاریش دوری گزیده است. ولی آریانا سعید قرار است در ترکیه مانند افغانستان برند لباسهایش را بسازد و سرمایه گذاری انگفتی از خود به جا گذارد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.